امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کار تلویزیون‌های دولتی را تنقید کرده و گفته است که این تلویزیون‌ها مشکلات جامعه را انعکاس نمی‌کنند و گاهی به ستایش‌های بی‌منطقی بعضی از اشخاص مشغولند. امامعلی رحمان در این باره روز 1 مارس در مراسم افتتاح دو تلویزیون دولتی دیگر، تلویزیون‌های ورزش و سینما، سخن گفته است. با قول رئیس جمهور، شرح و تفسیر مسائل سیاسی در تلویزیون‌های دولتی کم است و بیشتر کنسرت و برنامه‌های استراحتی پخش می‌شوند که کاری درست نیست. خبرنگاران در تاجیکستان میگویند اکثر تلویزیون‌های دولتی که از حساب پول مردم مبلغ گذاری می‌شوند بیشتر به توصیف و ستایش حکومت مشغولند و دانسته مشکلات مردم و کمبودی‌های کار مقامات و حکومت را نشان نمی‌دهند. در این باره صحبت داشتم با همکارم در دوشنبه، میرزا نبی خالقزاد. میرزا نبی، امامعلی رحمان بیشتر از کدام جهتی کار تلویزیون‌های دولتی ناراضی بوده است؟ بله طور، امروز در پایتخت تاجیکستان دو شبکه نوی تلویزیونی با فعالیت شروع کردند تحت عنوان ورزش و شبکه سینما که امروز در رسم افتتاح این دو شبکه جدید رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شرکت نمود، ولی قبل از آن که به نزد ژورنالیست‌ها براید و سخنرانی کند، رئیس جمهوری تاجیکستان در ابتدا با شرایط کاری، با استودیوها، با اتاق‌های کاری، با خود هیئت ایجادی این دو شبکه تلویزیونی صحبت نموده، با کار و فعالیت آنها آشنا شده. سپس در نشستی که به این مناسبت صورت گرفت، رئیس جمهوری تاجیکستان سخنرانی نمود. از سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان چنین برمی‌آید که چندان از فعالیت کارمندان شبکه‌های به مثل شبکه سفینه و شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان که طی چند سال آخر فعالیت دارند راضی نیست، چون که طور رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد در ضمن سخنرانی نطاقان تلویزیون اشتباهات راه داده میشد، در استفاده و در تلفظ کلمه ها کمبود و لکنت ها به نظر می رسد و همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که در این شبکه ها بیشتر برنامه های سرگرم کننده به مثل برنامه های فرهنگی و موسیقی و این چیزها پخش می شوند، به جای آنکه برنامه های تحلیلی و برنامه های مهم جدی سیاسی باید بیشتر به اعتبار و به سمع مردم رسانیده شود. اکنون این دو تلویزیون نو بیشتر به انعکاس کدام موضوعها مشغول می شوند؟ بله طور، البته که این دو شبکه ورزش که یگانه شبکه خاصی است که به تازگی فعالیت خود را شروع کرد و معلوم است که فضای سپورت ورزش تاجیکستان را پوشش خواهد داد و معلوم است که برنامه‌های ورزشی شروع از مسابقات فوتبال، از مسابقه‌های نوع‌های دیگری ورزش چی در داخل و چی در خارج کشور به تاجیکستان گزارش‌ها پخش می‌کنند، گزارش‌های تحلیلی پخش می‌کنند و معلوم است که این فضا را باید همه طرفه توانند که پوشش دهند و بدیهی است که شبکه سینمایی که به کار شروع کرد نیز در پخش مسئله های مهمی کینا سینماهای تاجیک درباره پخش فیلم های مهم سریال ها شد، اینها دیگر برنامه ها پخش میکنند، سریال ها پخش میکنند. علاوه به این امروز در هنگام افتتاح این دو شبکه همچنین اکادمی رسانه های خبری نیز، اکادمی وسایط اخبار عامه نیز و رسما به فعالیت شروع کرد و معلوم است این اکادمی نیز در پیشرفت و پیشبرد ژورنالیستیک تاجیک سهم خواهد گذاشت. تشکر.